سلام دوستان، به کانال دیدن و فیلم خوش اومدید. این بار میخوام داستان فیلم ناک ناک را براتون تعریف کنم. فیلمی داستان یک شوهر و پدر خوب به نام ایون را روایت میکنه که زندگی تقریباً کاملی دارد. پولدار و دارای خانواده شاد، تا اینکه یک روز او به دو دختر که ادعا میکنند گم شده اند اجازه میدهد وارد خانه اش بشن و زندگیش برای همیشه تغییر میکنه. فیلم با نشان دادن خانواده‌اش شروع میشه که دارن برای ایون تولد میگیرن. همسر اون به نام کارن یک هنرمند مشهوره که به زودی قراره یک نمایشگاه برگزار کنه. بنابراین کارن و فرزندانش که قصد دارن به تعطیلات برن، تمامی تدارکات نمایشگاهش را به دستیارش به نام لویی میسپاره. اون که مجبور کار خود به عنوان یک معمار به پایان برسونه، ناچار میشه در خونه بمونه و نمیتونه به همسر و فرزندانش بپیونده. آن شب باران شدیدی میبارید. اون که داشت کارش میکرد، سپس صدای در زدن شنید. معلوم شد دو دختر هستند که خیس خیسن و ادعا کردند که گم شدند چون نتوانستند آدرسی که به دنبالش بودن را پیدا کنند. با استفاده از این بهانه که تلفن‌هایشان خیس شده، درخواست کمک کردند تا بتوانند با یکی از دوستانشان تماس بگیرند. ایون که مشکوک نبود، گذاشت بیان داخل. کفش‌های خیس خود را درآوردند تا کف خانه اون را کثیف نکنند. سپس خود را به عنوان بل و جنسیس معرفی کردند. اون براشون 2 تا حوله آورد و تلفن بهشون داد تا بتونن تماس بگیرن. از اطلاعات دوستشان معلوم شد که آنها کاملاً گم شدند و ایون براشون تاکسی گرفت. از آنجا که تاکسی چند دقیقه دیگر میرسید، در نهایت بل و جنسیس از اون اجازه خواستند تا از خشک‌کن او برای لباسهای خیسشان استفاده کنند. ایون مخالفتی نکرد و از مهمانانش پذیرایی کرد. باعث شد بل و جنسیس احساس راحتی کنند. اونا با سگ خانگی ایون به نام مانکی بازی کردند و سعی کردند با اون تا حد امکان معمولی گپ بزنند. ایون به آنها گفت که همسرش یک هنرمند بزرگه و آنها 14 ساله که ازدواج کردند. بل و جنسیس خودشان باور نمی‌کردند وقتی اون گفت 43 سال دارد. بل و جنسیس با رفتارهای اغواگرانه سعی کردند مخشو بزنن. ایون سعی کرد با پرسیدن درباره فعالیت‌های بل و جنسیس توجه آنها را منحرف کند. اونا گفتن مهماندار هواپیما هستند و اغلب سفر می‌کنن. درست زمانی که تاکسی که سفارش داده بودن اومد، بل و جنسیس پریدن تو حمام. ایون در حمام رو زد تا بل و جنسیس فوراً لباس بپوشن و با تاکسی برن. چون پاسخی نشنید، ایون تصمیم گرفت در حالی که نگاهش را می‌دزدد وارد شود. اما بل و جنسیس به اغوا کردن ایون ادامه دادند تا اینکه ایون آخر شل کرد و یه تلمبه سفت واسشون زد. صبح ایون از خواب بیدار شد و دید که بل و جنسیس هنوز در خانه اون هستن. آنها حتی با بیشرمی آشپزخانه اونو به هم ریختن. کمی بعد اون یک تماس ویدیویی از همسرش دریافت کرد که احوالش را میپرسید. اون سعی کرد حضور بل و جنسیس را پنهان کنه. با این حال رفتار فوق‌العاده آزاردهنده بل و جنسیس که شامل نابودی آثار هنری کارن نیز میشد، ایون رو مجبور به تهدید کرد. اما بل و جنسیس فقط به اون خندیدن، چون این آنها بودند که قصد داشتند اون را به اتهام ارتباط با افراد زیر سن قانونی متقابل شکایت کنند. زیرا در حقیقت آنها مهماندار هواپیما نبودند و خود بل هنوز 18 ساله نشده بود. اما در نهایت آن 2 دختر تسلیم شدند و از ایون خواستند که آنها را به خانه برساند. ایون سوارشون کرد، جلوی خونشون پیاده کرد. اما پس از رفتن ایون، بل و جنسیس سفر خود را ادامه دادند چون معلوم شد اصلاً خونه‌شون این نبوده. حالا ایون مجبور بود تمام خرابکاری‌های اونا رو تمیز کنه که صدایی از اتاق جلو میشنوه. میره و میبینه که عکس خانوادگیش شکسته. ایون دولا میشه که با چیزی میزنن تو سرش. اون در حالی بیدار میشه که میبینه به تخت بسته شده. میبینه جنسیس با وسایل کارن آرایش میکنه، در حالی که بل با پوشیدن یونیفرم دختر اون ظاهر میشه. کمی بعد کارن زنگ میزنه. ایون به اونا التماس میکنه که تماس همسرش را پاسخ ندن. جنسیس موافقت میکنه به شرطی که هنگام تلمبه زدن برای اونا ازش فیلم بگیرن. ایون قبول میکنه. اون تظاهر به لذت بردن میکنه و موفق میشه دستاش رو باز کنه. بل رو هول میده به سمت جنسیس که در حال غذا خوردن میره و سعی میکنه اونو خفه کنه. با این حال جنسیس بلافاصله چنگالی که در دست داشت رو دقیقاً در زخم روی شانه ایون فرو میکنه تا اینکه ایون در نهایت دوباره از هوش میره.
وقتی به هوش میاد میبینه به صندلی بسته شده. جنسیس و گل میخوان با اون بازی کنن. اگر به سوالاتشون اشتباه پاسخ بده، هدست میذارن رو سرش و صداش تا آخر زیاد میکنن. سپس در وسط بازی، لویی که میخواست آثار هنری کارن رو ببره، میاد در خونهشون. جنسیس خودشو خواهرزاده ایون معرفی میکنه. لویی باور میکنه، ولی وقتی میبینه مجسمه کارن آسیب دیده، وحشت زده میشه. باعث شد آسمش عود کند و بلافاصله اسپری که همراه داشت رو استنشاق میکنه. صداهایی از اتاق میشنوه. دوباره برمیگرده. جنسیس اسپرش رو برمیداره. لویی که میبینه ایون بسته شده، دوباره شوکه میشه. دوباره میخواد اسپره بزنه که نمیتونه پیداش کنه. میبینه دست جنسیسه. لویی سعی میکنه اسپرش رو پس بگیره که لیز میخوره و سرش به مجسمه هنری کارن میخوره. بل و جنسیس جسد لویی را درون ون میندازن. بل و جنسیس یک پیام تهدید از تلفن ایون به تلفن لویی فرستاده بودند تا مردم فکر کنند که اون مقصره. سپس بل و جنسیس گودالی در حیاط حفر میکنن و تصمیم میگیرن ایون رو سپید دم اعدام کنن. ایون که اینو میشنوه شروع به فریاد میکنه. بل و جنسیس حتی وحشی تر میشن و تمام وسایل خانه را نابود میکنن. اونا موهای بلندش رو میتراشن و به نابودی هر چیزی در خانه ادامه میدن تا اینکه یک اسلحه پیدا میکنن. جنسیس و بل از ایون خواستن تا قایم موشک بازی کنن. اگر تا سپید دم نمیتوانستن اونو پیدا کنن، از اینجا میرن. جنسیس شروع به شمارش میکنه. ایون به بیرون دوید و شروع به داد و فریاد میکنه. جنسیس گفت که صداش رو کسی نمیشنوه چون تمام خانه‌های اطراف خالی هستن. در نهایت وقتی صبح شد، بل و جنسیس ایون رو آوردن و درون گودال پرتاب کردن. در حالی که بل و جنسیس شروع به زنده به گور کردنش کردن، ایون هنوز برای نجاتش التماس میکرد و قول داد هر کاری که اونا بخوان انجام بده. جنسیس خواست که به همسرش زنگ بزند و تمام کارهایی که با آنها انجام داده را به او بگوید. به صندوق پست صوتی متصل شد. با این حال ایون سعی کرد به صحبت کردن ادامه دهد. فریاد زد که کارن با پلیس تماس بگیر چون گروگان گرفتنش. جنسیس یکی از سنگ‌های کارن رو برمی‌داره که بزنه تو سرش. ایون جا خالی میده. بهشون میگه که شما قاتل نیستید. آنها فقط یک بازی انجام دادن. جنسیس با تلفن ایون ویدیویی آپلود میکنه. ایون سعی میکنه ویدیو پاک کنه، به طور تصادفی دکمه لایک را فشار داد که باعث شد ایون فریاد بزنه. اونا رفتن و مانکی رو با خود بردن. کارن و فرزندانش به خانه بازگشتند و آشفتگی داخل خانه را دیدن و فیلم همینجا تموم شد. دوستان لایک، سابسکرایب فراموش نشه که خیلی به من انرژی میده. برای دیدن این فیلم و فیلم‌های دیگه به کانال تلگراممون که لینکش در دیسکریپشن هست سر بزنین.